أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 44 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 45 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الخامس والاربعون، یعنی درس 45. درس 45 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید حفظ کرده شوند. این کلمه های جدید است، با تمام نازکی هایشان باید حفظ کرده شوند. پس این کلمه ها عبارت است از اینه که صاحب کتاب میگوید دبابتون. دبابتون یعنی تنکه. دبابتون یک دانه تنکه. جمعش چی است؟ جمعش مؤنث سالم است. جمع مؤنث سالم می شود دباباتون، یعنی تنکه ها. دباباتون یعنی تنکه ها. بعد از این میگه طائرتون. طائرتون یعنی سملیات، هواپیما. طائرتون هواپیما. جمعش چی است؟ جمعش طائراتون، یعنی هواپیماها، سملیات ها. جمع مؤنث سالم. بعد از این میگوید سلتون. سلتون یعنی ستل، ظرف، ستل. جمعش میشود سلالون، یعنی ستل ها. جمع تکسیر سلالون یعنی ستل ها. بعد از این میگوید مهملاتون. مهملاتون یعنی موسر، پرتو. موسر یا پرتو. مهملاتون موسر یا پرتو. بعد از این میگوید سلت المهملاتی، یعنی ستری پرتو یا ظرفی پرتو. دقت داده، ستل موسر. بعد از این میگوید مصنعون. مصنعون یعنی زواد. مصنعون زواد. مصنعون از فعل صنع یصنع گرفتگی است. صنع یعنی اختراع کرد، به وجود آورد. یصنع اختراع میکند، به وجود میارد. مصنعون یعنی جای اختراع کننده. پس جایی که یک چیز رو اختراع میکنن او را چی میگیم؟ او را زواد میگیم. پس مصنعون یعنی زواد. اسم مکان، بر وزن مفعلون، اسم مکان. بعد از این میگوید مصانع. مصانع یعنی زوادها. مصانع یعنی زوادها. بعد از این میگوید مصانع همچنین صیغه منتهی الجموع است که تنوین را قبول نمی کند. بعد از این میگوید ورقتون. ورقتون به تاجیکی هم ما شما میگیم ورق. ورقتون یک دانه ورق. جمعش جمع مؤنث سالم می شود ورقاتون، یعنی ورقها. ورقاتون یعنی ورقها. بعد از این میگوید مصنع السیاراتی. مصنع السیاراتی یعنی زواد ماشین. زواد ماشین ها. پس میگه مصنع السیاراتی، زواد ماشین. بعد از این میگوید مصنع الدباباتی، یعنی زواد تنکه ها. زواد تنکه. بعد از این میگوید مصنع الطائراتی، یعنی زواد هواپیماها. زواد هواپیما. بعد از این میگوید ینبغی. ینبغی یعنی ضرور است، شایسته است، لازم است. این طور ترجمه کرده می شود. ینبغی لازم است، ضرور است و شایسته است. بعد از این میگوید ینبغی ان تعلم، یعنی شایسته است که بدانی یا ضرور است که بدانی. دقت دادید؟ یا باید بدانی. یعنی بگیرم چون می شود
باید ترجمه بکنیم. ان تعلم به تعویل مصدر فاعل ینبغی می شود. بعد از این میگوید ارض، ارض یعنی زمین، ارض زمین. جمعش می شود اراضین یعنی زمین ها، اراضین یعنی زمین ها. بعد از این میگوید علی الارض یعنی بر بالای زمین. علا حرف جار و معنای استعلا بود، یعنی به معنای بالا. علی الارض یعنی بر بالای زمین. بعد از این میگوید رحلتون، رحلتون یعنی سفر، رحلتون یعنی سفر کردن یا رحله سفر. جمعش می شود رحلاتون یعنی سفرها، رحلتون رحلاتون سفرها. بعد از این میگوید مشا، مشا یعنی رفت و یک مرد در زمانی گذشته. مشا رفتن، پیاده رفتن رو میگویند. مشا یعنی پیاده رفت و یک مرد در زمان گذشته. فعل مضارعش می شود یمشی، یمشی یعنی می رود و یک مرد در زمان آینده. فعل امرش چی است؟ امشی، یا را حذف میکنیم. امشی یعنی برو تو یک مرد. مصدرش می شود مشیون، مشیون یعنی رفتن، مشیون یعنی چی؟ رفتن. این مصدر است. اکنون مشا یمشی این از فعل های ناقص است، از بابی ضرب یا ضربو است، از دویم بابی ثلاثی مجرد است. مشا در اصل مشیه بود و مثل ضربه، یا متحرک موقع مفتوح رو قلب الف کردیم شد مشا. دیدید همچون یا می نویسیم برای چی؟ به خاطر که اصلش یا بود. مشا یعنی رفت. یمشی در اصل یمشیو بود و مثل یضربو. دمه آخرش را گرفتیم برای یا، یمشیو. یا حرف علت است، دمه برای ثقیل بود، دمهش گرفتیم شد یمشی. یمشی یعنی می رود، آخرش چی دارد؟ ساکن دارد. یمشی می رود و یک مرد در زمان آینده. بعد از این میگوید رما، رما یعنی پرتافت یا تیر زد. رما به معنای پرتافتن، به معنای تیر زدن، به معنای تهمت کردن. معناش در زبان عربی خیلی زیاد است. بعد از این میگوید یرمی یعنی می پرتاید، تیر میزند، تهمت میکند. یرمی. فعل امرش میشود ارمی یعنی بپرتا، تهمت بزن، تیر بزن. بعد از این میگوید رمیون، رمیون یعنی پرتافتن. رمیون یعنی چی؟ یعنی پرتافتن. این مصدر است. اکنون رما یرمی همچنین از بابی ضرب یضربو است. رما یرمی همچنین از بابی ضرب یضربو است. رما و مثل ضربه بود یعنی که رمیه بود، یا متحرک موقع مفتوح قلب الف کردیم شد رما. پس رما بر وزن چی است؟ بر وزن فعل و مثل ضربه. یرمی فعل مضارع یا اصلا یرمیو بود و مثل یضربو، یا را ساکن کردیم به سبب حرکت چه گرفتیم برای ثقیل بودن شد یرمی، ساکن قطعی. یرمی، یرمی بر وزن چی است؟ یفعلو یضربو. پس رما یرمی همچنین ناقص یایی است از باب ضرب یضربو. بعد از این میگوید وضع، وضع یعنی ماند، گذاشت. وضع ماند یا گذاشت و یک مرد در زمان گذشته. یدعو، یدعو یعنی میگذارد، میماند و یک مرد در زمان آینده. یدعو در اصل چی بود؟ یوضعو بود، واو داشت. ببینید در فعل ماضی واو دارد. در بین یا و داد حرفی چی بود؟ حرفی واو بود. یوضعو. چیکارش کردیم؟ یا واو ساکن ما قبل مفتوح و بعدش کسره تقدیری بود یا دی. این داد اصلا کسره است یا دی، اما ما داد را فتحه دادیم برای چی؟ به خاطر اینکه عین حرف حلق است، پیش حرف حلق خودش حرف ثقیل است، پیش از حرف حلق باز کسره ثقیل است. دو ثقیل جمع شود
ما همچون یاردن برای حرف عین، حرف حلق، حرف داد را چکار کردیم؟ حرف داد را فتحه دادیم. پس شد یوضعو، یوضعو. پس میگیم واقع شد میان یای مفتوحه و کسره تقدیری میگیم در اینجا اکنون. چرا؟ زیرا که در اصل گفتیم اینجا کسره است. در بین کسره تقدیری پس ما واو رو حذف کردیم، شد چی؟ یضعو. دقت دادید؟ شد یضعو. پس وضع یضعو اصل از باب ضرب یضربو است، لیکن ما ایره باب منع یمنعو بردیمش. پس وضع یضعو رو میگیم که از باب منع یمنعو هست. سیوم باب ثلاثی مجرد. بعد از این میگه وضعون. وضعون یعنی گذاشتن، ماندن. این مصدر هست. این وضع یضعو این از باب سیوم و مثال واوی است، یا میتونه بگیم اصلش از باب دوم و مثال واوی است. باب سه بردیمش به سبب حرف حلق. بعد از این میگوید جرا. جرا یعنی دوید. جرا دوید و یک مرد در زمان گذشته. فعل ماضی. فعل مضارعش یجری. یجری یعنی میدود و یک مرد در زمان آینده. بعد از این میگه جریون. جریون یعنی دویدن. جریون معنیش چی است؟ دویدن. پس جرا یجری فعل امرش چی است؟ اجری. یا را حذف میکنیم. اجری یعنی بدو. اکنون جرا یجری این ناقص یایی است، از بابی ضرب یضربو است. از بابی چی است؟ ضرب یضربو. جرا در اصل جریه بود به مثل ضربه. یا متحرک مقل مفتوح قلب الف کردیم شد جرا. یجری در اصل یجریو بود به مثل یضربو. یا را حرکت در یا حرف علت ثقیل کی بود، یا را حرکتش را گرفتیم ساکن شد، شد یجری میدود. پس یک از بگه یجری بر وزن چیست؟ بگیم بر وزن یضربو یا فعیلو اصلش را میگوییم. جریون دویدن. بعد از این میگه قام بی. قام بی. قام بی اصلا خودش کلمه قامه خست میشود. قامه به معنای خست. اما در اینجا قام بی این بی را برای چی آورد؟ این بی را آورد که این قام بی به معنای خست نیست. این به معنای انجام دادن، کردن یک کار. قام بی یعنی کرد. بی بعدش کلمه میاد که همون کار کردگی است یا انجام دادگی است. بی بعدش کلمه میاد که همون کار. چه در صاحب کتاب خودش مثال آورده است. قام برحلتین یعنی سفر کرد. دقت دادید؟ قامه را فقط کرد ترجمه میکنیم. برحلتین بی را ترجمه نمیکنیم، سفر کرد. دقت دادید؟ قام بی پس میشه بگیم کرد، انجام داد. یقومو میکند، انجام میدهد. یا یقوم به معنی میخیزد. قام خست، یقوم میخیزد اگر به ب باشد. خست میخیزد. قیامون خستن یا انجام دادن یا کردن ترجمه میشود. پس ببینید قام یقوم از کدام باب است؟ از باب نصر ینصرو است. از یکم باب ثلاثی مجرد است. اصلش چی است؟ اصلش اصل قامه قومه بود و مثل قاله که در اصل گفتیم قوله بود. واو متحرک ما قلب مفتوح رو قلب الف کردیم شد قامه. دقت دادید؟ بر وزن اصلش چی است؟ بر وزن نصره. قومه نصره. یقومو بر وزن چی است؟ بر وزن ینصرو. اصل یقومو بود. این دمه که در بالای قاف میبینید اصل ای واو است. در واو حرکت ثقیل که بود با ماقبلش ساکن که بود، در ماقبل زده شد یقومو میخیزد بر وزن یفعلو، یعنی اصلش رو میگویم در وقتی وزن رو بیان کردن به مثل ینصرو. قیامون. قیامون در اصل چی بود؟ قیامون در اصل قوامون بود. قیامون در اصل قوامون بود. وای متحرک وای ما قبل مکسور رو قلب یا کردیم شد قیا. اصل قواه. اینجا اصل این یا واو است. بعد از این میگه قام برحلتین یعنی انجام داد سفر رو انجام داد. یا میتونیم بگیم که سفر کرد. اگر انجام داد بگوییم قام برحلتین با بای تعدیه رحلتین
لفظا مجرور محلا منصوب مفعول به قام می شود. قام به علتین یعنی وی مرد سفر را انجام داد، سفر را مفعول به. اما به معنای کرد بگیریم اگر بلا ترجمه نمیکنیم میگیم سفر کرد. بعد از این میگه سلامون، سلام سلام، سلام دادن. بعد از این میگه رد السلام علی، یعنی جواب داد سلام را بر علی الاستاذ، مثلا رد السلام علی الاستاذی، یعنی جواب داد سلام را بر استاد. رد یعنی رد کرد، جواب داد، پاسخ داد. رد اصل چیه؟ ردد یرددو، رد یردو، رد جواب داد، یردو جواب میدهد. رد فعل ماضی، فاعلش چی است؟ فاعل ضمیر مستتر تقدیر هو. السلام، سلام مفعول به رد است. السلام مفعول به چی است؟ مفعول به رد. بعد از این میگوید خلف، خلف یعنی پشت، این ظرف است. خلف پشت، و مثل وراء بود و مثل همون وراء یعنی پشت، خلف یعنی پشت. بعد از این میگوید جرا خلفه، یعنی دوید طرف پشتش. جرا خلفه، این خلفه را با نگوید مفعول به جرا است، نه، این خلفه ظرف است، برای خاطر منصوب است. جرا خلفه یعنی دوید طرف پشتش. جرا دوید، فاعل ضمیر مستتر هو. خلفه ظرف است یعنی منصوب است به خاطر ظرفیت. خلفه مضاف، هو در محل جر مضاف الیه. پس این است کلمه های نوی درس 45. درس 45 رو همچنین کلمات نوش به آخر رسید. پس بگذاریم به حوار و گفتگوی درس 45. صاحب کتاب میگوید کان احمد یمشی فی الحوش فرأى ورقة على الارض فقال من رمى الورقة فی الحوش. میگوید که کان احمد یمشی، بود احمد میرفت، راه میگشت، فی الحوش در حولی، فی الحوش در حولی. فرأى ورقة، پس دید ورق را، علی الارض بر بالای زمین. فقال، پس گفت من رمى الورقة، کی پرتافته است ورق را، فی الحوش در حولی. دقت دادید کان فعل ماضی از افعال ناقصه احمد و اسم کان. یمشی جمله فعلی در محل نصب مفعول، در محل نصب خبری کان. کان اسم خبر میگرفت، جمله فعلی خبری کان میشود. فی الحوش جار مجرور متعلق به یمشی. فرعا، رعا فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر هو برمیگرد به احمد. ورقتا مفعول به رعا، علی الارض جار مجرور. فقال، پس گفت فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرد به احمد. من رما، کی پرتافته است ورق را، کی پرتافته است ورق را، فی الحوشی در حوش. من استفهامیه، من استفهامیه در محل رفع مبتدا، مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا. رما الورقه جمله فعلی در محل رفع خبری من میشه و خبری مبتدا. رما فعل ماضی فاعل ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرده به من. کیست پرتافته است؟ همون کس. ورقه مفعول به رما، فی الحوشی یعنی در حولی. بعد از این میگه قال علی لا ادری من رمى الورقه فی الحوش ولكن هناك سلة للمهملات نضع فيها الورقه خذها يا احمد وضعها في السلة. یعنی که قال علی، گفت علی گفت لا ادری، نمیدانم، من رما، کی پرتافته است، الورقه ورق را، فی الحوش در حولی. ولكن هناك سلة للمهملات، لیکن میگه آنجا سطل است برای موسر، سطل است برای پرتو. ندع فیها الورقه، میگذاریم در داخل وی ورق را. خذها یا احمدو، بگیر وی را ای احمد. و ضعها، و بگذار وی را، فی السلة در سطل. دقت دادید؟
قال علیون. قال فعل ماضی، علیون فاعل قال. لا ادری نمیدانم. لا لا نافیه، ادری فعل ماضی، فعل مضارع، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انا. لا ادری انا، من نمیدانم. من رما، کی پرتافته است؟ من رو گفتیم در محل رفع مبتدا. رما فعل ماضی، فاعل ضمیر مستتر هو. الورقه مفعول به رما، فی الحوشی جار و مجرور. ولکن، این لکن از اخوات این نیست. این لکن نون بینید ساکن است. اگر لکن نمیشد بعد از اخوات این نمیشد. این لکن حرف استدراک است اما از اخوات این نیست. هناک، آنجا، صلتون للمهملاتی، آنجا ستل است برای پرتاب، برای موسر. ندعو فعل ماضی، ندعو فعل مضارع، اصل نودعو بود، واو داشت، واو حذف شد و سبب فتحه ما قبل و کسره تقدیری. نودعو بود. ندعو فاعل ضمیر مستتر نحن، فیها جار و مجرور، الورقه مفعول به ندعو. خذها فعل و فاعل و مفعول به است در اینجا. خذ فعل امر، فاعل ضمیر مستتر انت، ها ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به است. اینها برای خاطر میگیم بگیر ویرا یا احمدو، یا حرف ندا احمدو منادا مبنی علی ضم فی محل نصب. و ضعها، ضع فعل امر است، ضع فعل امر است، یعنی بگذار ویرا. ضع ها در اینجا فعل فاعل مفعول به است. ضع بگذار فاعلش ضمیر مستتر انت، ها ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به فی الصلة، یعنی در ستل. قال علی، گفت علی، لا ادری من رمى الورقه فی الحوش، نمیدانم کی پرتافته است ورق را در حولی. ولكن هناك صلة للمهملات، لیکن آنجا ستل است برای پرتو. ندع فیها الورقه، میگذاریم در داخل وی ورق را. خذها یا احمدو، بگیر ورق را، بگیر وی را ای احمد. و ضعها، و بگذار وی را در سلت. خذها فیها، فیها در اینجا ضمیر برمیگرد به سلت، لیکن خذها اینها برمیگرد به ورق، به ورق برمیگردد. و ضعها بگذار، اینها همچنین برمیگرد به ورق. بعد از این میگوید اخذ احمد الورقه و ذهب بها الى سلة المهملات و وضع الورقه فی السلة و قال مدرستنا ينبغي ان تكون نظيفة. میگه اخذ احمد الورقه، گرفت احمد ورق را. و ذهب بها، و برد وی را. بی در اینجا برای تعدیه است. ذهب رفت نمیگیم، میگیم برد. و ذهب بها، برد ورق را، برد وی را. الى سلة المهملات، به سوی ستل موسر، ستل پرتو. و وضع الورقه فی السلة، و ماند و گذاشت ورق را در ستل. و قال، و گفت مدرستنا ینبغی ان تکون نظیفة، مدرسه ما، مکتب ما ضرور است، شایسته است، لازم است که پاک باشد. اینکه باشد پاک، لازم است که پاک باشد. دقت دادید؟ اخذ فعل ماضی، احمد فاعل اخذ، الورقه مفعول به اخذ. و ذهب، ذهب فعل ماضی، فاعل ضمیر مستتر هو برمیگرد به احمد. بیها، بی حرف جاره برای تعدیه. ها ضمیر متصل، ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به ذهب. از این حساب میگیم که ذهب بیها یعنی برد وی را. ها مفعول به می شود. ها ضمیر برمیگرد به ورقه، به ورق. الى سلة المهملات جار و مجرور. و وضع، و گذاشت، وضع فعل ماضی، فاعلش چی است؟ ضمیر مستتر هو. الورقه مفعول به فی السلة جار و مجرور. و قال، فاعلش ضمیر مستتر هو برمیگرد به احمد. و قال احمدو، یعنی و گفت احمد. مدرستنا مبتدا، ینبغی ان تکون نظیفة، ینبغی در محل رفع خبر مدرستنا، خبر مبتدا. ان تکون نظیفة در به تعویل مصدر فاعل ینبغی. دقت دادید؟ فاعل ینبغی. تکون از افعال ناقصه است و اسمش ضمیر مستتر هی، یعنی مدرسه. هی برمیگرد به مدرسه.
نظیفتا خبری تکون است، از این حساب منصوب است. میگوید اخذ احمد الورقه و ذهب بها الى سلة المهملات و وضع الورقه في السلة و قال مدرستنا ينبغي ان تكون نظیفتا. یعنی که گرفت احمد ورق را و رفت به سوی و برد وی را به سوی سطل موسر، سطل پرتو و گذاشت ورق را در سطل و گفت مدرسه ما ضرور است که تازه باشد، ضرور است که پاک باشد. بعد از این میگوید و بعد قلیل دق الجرس فجر التلاميذ الى الفصل و دخلوا الفصل ثم دخل المعلم خلفهم و سلم على الجميع فردوا عليه السلام. یعنی چی؟ یعنی و بعد قلیل یعنی کمتر بعد، بعد قلیل کمتر بعد ترجمه می شود. یعنی قلیل رو کمتر، بعد رو بعد، کمتر بعد. کمتر بعد دق الجرس زنگ زد، فجر التلاميذ پس دویدن شاگردها الى الفصل بسوی صنف و دخل الفصل و داخل شدن در صنف ثم دخل المعلم خلفهم پس در آمد معلم از پشتشون، خلفهم یعنی پشتشون، از پشتشون و سلم علی الجمیع و سلام داد بر همهشون، علی الجمیع یعنی بر جمیعشون یعنی همهشون، فردوا علیه السلام یعنی پس جواب دادند بر وی سلام را، پس جواب دادند بر وی سلام را. و بعد منصوب است به خاطر ظرف بودنش، قلیلین مضاف الیه، بعد مضاف قلیلین مضاف الیه. دق فعل ماضی، دق فعل ماضی فاعلش در کجا است؟ الجرس فاعلش است، دق الجرس. فجرا، جرا فعل ماضی، التلاميذ فاعلش، این الف رو در اینجا نمیخونم، میگیم فجرت تلاميذ، فجرت تلاميذ الى الفصل جار و مجرور و دخلوا الفصل، دخلوا ببینید واو دخل فعل ماضی، واو در محل رفع فاعل دخل، الفصل مفعول به دخل، ثم دخل پس در آمد، دخل فعل ماضی، المعلم فاعل دخل، خلفهم خلفه این ظرف است، ظرف منصوب است، ببینید به خاطر ظرف بودن، خلفه مضاف هم مضاف الیه. و سلم، سلم فعل ماضی فاعل ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرد به معلم، فاعلش هو برمیگرد به کی؟ به معلم. علی الجمیع بر تمام شاگردها. فردوا پس جواب دادن، رد فعل ماضی، واو در محل رفع فاعل رد، علیه جار و مجرور متعلق بر رد، السلام مفعول به رد، علیه علی حرف جار، هی ضمیر، این ضمیر به کجا برمیگردد؟ این ضمیر باز برمیگرد به معلم، علیه یعنی علی المعلمی، پس جواب دادن بر معلم سلام را، یعنی سلامی داده معلم را جواب دادند. اکنون میگوید و بعد قلیل دق الجرس فجر التلاميذ الى الفصل و دخلوا الفصل ثم دخل المعلم خلفهم و سلم علی الجمیع فردوا علیه السلام. یعنی کمتر بعد زنگ زد پس دویدن شاگردان به سوی صنف و داخل شدن در صنف، بعد داخل شد معلم از پشتشان و سلام داد بر همهشون، بر جمیعشون، پس جواب دادن همهشون بر وی سلام را. بعد از این میگوید ایها الولد المسلم ینبغی ان تكون نظیفا و ینبغی ان تكون ثيابك نظیفة و ان تكون کتبك و دفاترك نظیفة و ان تكون حجرتك نظیفة لأنك مسلم والمسلم دائما نظیف والله يحب النظیف. دقت دادید؟ میگوید ایها الولد یعنی که ای پسر، ایها الولد المسلم ای پسر مسلمان، ینبغی شایسته است، لازم است، ان تکون نظیفا این که تو باشی پاک تازه، و ینبغی ان تکون ثیابک نظیفتا
و شایسته و ضرور است که باشد لباسهای تو پاک و تازه. و ان تکون کتبک و دفاترک نظیفة، و این که باشد کتابهای تو و دفترهای تو پاک و تازه. و ان تکون حجرتک نظیفة، و این که باشد حجره تو پاک و تازه. لانک مسلمون، چرا؟ علت را بیان میکند. این لام تعلیل است، علت بیان میکنه. میگه زیرا اینکه تو مسلمان هستی. و المسلم دائما نظیف، و مسلمان همیشه دائمی پاک است. والله یحب النظیف، و الله تبارک و تعالی دوست می‌دارد پاک و تازه را. اکنون ایها الولد المسلم، المسلمو صفت الولدو است. صفت چی است؟ صفت الولدو. ینبغی ان تکونه به تعویل مصدر فاعل ینبغی است. ان تکونه اسمش در کجا است؟ ان تکونه اسمش ضمیر مستتر تقدیر انت. ان تکونه انت نظیفا، این که باشی تو، یعنی پسر بچه مسلمان، نظیفا پاک. نظیفا خبری تکونو است، خبری کانه. بعد از این میگه و ینبغی، و شایسته است ان تکونه به تعویل مصدر فاعل ینبغی. فاعل اسم تکونو چی است؟ اسم تکونی ثیابو. ثیابو اسم تکونو است. در جای دیگه نمیگه که اسمش ضمیر مستتر است. اسم تکونو در اینجا ثیابو است. ثیابو اسم تکونو است. ثیابو مضاف کم مضاف الیه، نظیفتن خبر تکونو است. ثیابو مرفوع است به خاطر آنکه اسم تکونو است. نظیفتن منصوب است به خاطر آنکه خبر تکونو است. و ان تکون کتبک، کتبک اسم تکونو، و دفاترک عطف در جای کتبک، نظیفتن خبر تکونو. و ان تکون حجرتک، حجرتو اسم تکونو، نظیفتن خبر تکونو. لانک لام تعلیل ان از اخوات ان، و ک ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل نصب اسم ان. مسلمون خبر ان، دقت دادید؟ خبر ان. واو عاطفه جمله بر جمله. المسلمو یا میتونیم واوی حالیه بگیریم، حال مسلمان. المسلمو مبتدا، دائما ظرف یعنی همیشه و دائمی، نظیفون خبری، المسلمو خبری مبتدا. والله و الله تبارک و تعالی، الله مبتدا لفظ جلاله، یحب جمله فعلی در محل رفع، خبر الله خبر مبتدا. یحب فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. فاعلش است؟ فاعل ضمیر مستتر تقدیر هو، برمیگرده به الله لفظ جلاله، نام اسم الله تبارک و تعالی. النظیفه چی است؟ مفعول به یحب، یعنی الله دوست می‌دارد پاک را. دقت دادید؟ میگه یا ایها الولد المسلمو، ای جوان مرد مسلمان، ینبغی ان تکون نظیفا، ضرور است که تو باید پاک و تازه باشی. و ینبغی ان تکون ثیابک نظیفة، و شایسته و لازم است که لباسهای تو تازه باشند. و ان تکون کتبک و دفاترک نظیفة، و اینکه باشد کتابهای تو و دفترهای تو تازه. و ان تکون حجرتک نظیفة، و اینکه باشد حجره تو یعنی کامنته تو، خانه تو پاک تازه. لانک مسلمون، چرا؟ زیرا که تو مسلمان هستی. و المسلم دائما نظیف، و مسلمان همیشه دائمی پاک است. دائما را گفتیم برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه ظرف است. والله یحب النظیف، الله تبارک و تعالی دوست می‌دارد پاک و تازه را. بعد از این میگوید فی مدینتنا مصانع کثیرة، یعنی در شهر ما زوادهای بسیار است. فی حرف جاره، مدینتنا اسم مجرور، جار و مجرور متعلق به کائنون، خبر مقدم، مصانع مبتدا مؤخر غیر منصرف است، برای خود تنوین را قبول نمی کند. کثیرتون صفت مصانع. فی مدینتنا مصانع کثیرتون، یعنی در شهر ما زوادهای بسیار است. منها مصنع السیارات و مصنع الطائرات و مصنع الدبابات و غیرها من المصانع. میگوید که
منها یعنی بعضی از اونها، بعضی از همون زوادها، ها ضمیر برمیگردد به مصانع، جمع غیر عاقل ضمیرش مؤنث میارد. منها بعضی از همون زوادها مصنع السیاراتی یعنی زواد ماشین ها است، و مصنع الطائراتی و زواد سملیات است، و مصنع الدباباتی و زواد تنکه ها است، و غیرها و غیر از همین ها چیزهای ذکر کردگی، یعنی غیر ماشین و زواد ماشین و زواد سملیات و زواد تنکه میگد. من المصانعی دیگر زوادها هم هست، و غیرها من المصانعی و غیر از اینها دیگر مصانع از مصنعها از زوادها. منها جار و مجرور متعلق به کانون خبر مقدم، مصنع مبتدای مؤخر، مصنع مضاف، سیاراتی مضاف الیه، واو عاطفه مصنع الطیارات عطف است در جای مصنع السیاراتی، واو عاطفه مصنع الدبابات همچنین عطف است، و غیرها و غیر از اینها. غیرها را میتونیم مبتدا بگیریم و من المصانع جار و مجرور متعلق به کائنون خبر برای غیرها بگیریم. و غیرها یا که غیرها را یا بهتر خوبترش مبتداش میگیریم بهتر است. بعد از این میگوید قمنا امسی برحلتین الى مصنع الدبابات فرأینا فیه دبابات جدیدتا. میگد قمنا امسی انجام دادیم دیروز، انجام دادیم کردیم خستیم نه انجام دادیم. چرا؟ برحلتین به حرف جاره داره، ببینید انجام دادیم خستیم دیروز سفر را انجام دادیم که باشد قمنا را انجام دادیم، این برحلتین در محل نصب مفعول به می شود. انجام دادیم دیروز سفر را یعنی دیروز سفر کردیم، یا قمنا کردیم ما سفر. الی مصنع الدباباتی به سوی زواد تنکه، زواد تنکه سفر کردیم میگد. فرعینا پس دیدیم ما فیه در همون مصنع، هی ضمیر به مصنع، در همون مصنع در همون زواد دبابات یعنی تنکه های جدیدتا نو. قمنا فعل و فاعل، امسی ظرف مبنی علی الکسر فی محل نصب، برحلتین بی حرف جاره برای تعدیه، رحلتین مجرور لفظا منصوب محلا مفعول به قمنا. الى مصنعی الدبابات جار و مجرور. فرعینا پس دیدیم ما، رعینا فعل و فاعل، فیهی در وی یعنی در زواد، دبابات مفعول به رعینا جمع مؤنث سالم گفته بودیم که علامت نصبش به کسره میشه و چطوری که دیده استودید. جدیدتا صفت دباباتین، دباباتین که مفعول به منصوب است و علامت نصب الکسره نیابت عن الفتحتی که است، جدیدتا را ببینید صفت دباباتین منصوب است. دقت دادید؟ دباباتین غیر عاقل که است، جدیدتا صفتش را مفرد مؤنث آورد. صفتش را چی آورد؟ مفرد مؤنث آورد. پس این هست درس 45 از کتاب تعلیم زبان عربی و در اینجا این درس را به پایان میرسونم. تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.